حدوداً 1 سال از کشته شدن مهسا امینی و وقایع دردناک بعد از اون میگذره. مرگ این دختر کرد ایرانی موجب اون شد تا اپوزیسیون‌های جمهوری اسلامی بیشتر از همیشه فعال بشن و به قول معروف کارت بخرن و صحبت کنن. تا قبل از مرگ مهسای عزیز خیلی از این مثلا اپوزیسیون‌ها تقریباً اصلا وجود خارجی نداشتن. اونها با جریان سازی یا ائتلاف با گروه‌های متفاوت لیدرهای جدیدی رو تولید کردن و از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی که کاملاً به صورت مافیایی اداره میشه صحبت‌های خودشون رو به گوش مردم رسوندن. البته بودن گروه‌هایی که مثل همیشه زیر تیغ سانسور رسانه‌ها قرار گرفتن که با هم در ادامه بررسی تمامی این گروه‌ها خواهیم پرداخت. با من همراه باشید. اصولاً گروه‌های اپوزیسیون به 2 دسته اصلی تقسیم میشن: گروه‌های دینی و گروه‌های سیاسی. خیلی از مردم بعد از شنیدن نام گروه‌های دینی به یاد جمهوری اسلامی میافتن، اما جمهوری اسلامی و سران اون تنها افرادی نیستند که برای حکومت بر مردم ایران از ایدئولوژی مذهبی استفاده میکنند. از ابتدای تاریخ نوشته شده همواره بین ادیان مختلف جنگ‌های خونینی در گرفته است. این جنگ‌های خونین تا جنگ جهانی دوم و تا قبل از تولید تلویزیون و ماهواره به صورت علنی بین ادیان مختلف شکل می‌گرفت. اما سران ادیان بعد از فراگیری تلویزیون و تشکیل مجامع به اصطلاح حقوق بشری به پشت پرده رفتند و مهره‌های خود را در خفا جابجا می‌کنند. یکی از گروه‌هایی که چند دهه است برای بازگشت به ایران برنامه‌ریزی کردند زرتشتیان میباشند. ایده جایگزینی دین زرتشت به جای اسلام تقریباً 2 دهه است که در دستور کار سازمان‌های امنیتی قرار گرفته است، به گونه‌ای که چند سالی است موجی از طرف مهره‌های امنیتی برای پروموت زرتشتیت در داخل و خارج از ایران آغاز شده است. این مهره‌ها با فحش‌های رکیک به اسلام و امامان این دین و تکرار جمله گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک و به گردن انداختن فروهر سعی کردند تا با سوء استفاده از عملکرد افتضاح 40 ساله جمهوری اسلامی مردم خسته ایران را از اسلام متنفر و دوباره یک دین قدیمی و از کار افتاده را با چاشنی ناسیونالیسم به مردم خسته ایران از مذهب و سیاست غالب کنند. برای من و امثال من هیچ فرقی بین ادیان و بیدین ها نیست. اصولا امنیتی ها تلاش میکنن تا از حافظه ضعیف تاریخی مردم ایران سوء استفاده کنند، وگرنه اگر مردم ایران متوجه جنایات و خیانات بیشمار موبدان زرتشتی در طول تاریخ ایران باشند، هر موبد زرتشتی که تو خیابون ببینن مانند آخوندا توپ تو صورتش میکنن. نظامی گنجوی یکی از عارفان و شاعران بزرگ قرن ششم در مورد دلایل حمله اسکندر به ایران به صورت مفصل در کتاب اسکندرنامه تاریخ را نگارش کرده. نظامی گنجوی دلیل اصلی حمله اسکندر و ویران کردن آتشکده‌های ایران را ظلم موبدان زرتشتی در آن تاریخ بیان کرده است. نظامی گنجوی میگوید موبدان زرتشتی دقیقاً حکومتی همانند روحانیون فاسد جمهوری اسلامی تشکیل داده بودند و حتی پا را فراتر گذاشته و قوانین بسیار عجیبی در کتاب‌های دینی خود نوشته بودند که یکی از دردناکترین آنها این بود که نوعروسان هر ساله برای ازدواج مجبور بودند تا ابتدا با موبد زرتشتی شهر و روستای خود سکس کنند تا روح خدایی و اهورامزدا در آنها دمیده شود. یکی دیگر از موارد مشمئز کننده در بین موبدان فاسد زرتشتی ازدواج با محارم است. اصولاً حکومت موبدان زرتشتی حکومتی طبقه بندی شده و بسیار ظالمانه‌ای بوده است، به صورتی که مردم را به 4 دسته یعنی خانواده سلطنتی، موبدان، نظامیان و کارگران تقسیم می‌کردند. خانواده سلطنتی و موبدان همواره برای نگه داشتن ژن خود با محارم خود آمیزش می‌کردند و نسل خود را ادامه می‌دادند. موبدان در کتاب‌های خود همانند وندیداد و دینکرد نام این کار را خویدوده نام گذاشتند و برای آن ثواب بسیار زیاد دنیوی و اخروی قائل هستند. در این نوع حکومت مردم عادی یا حتی مردمی که در طبقات مختلف اجتماعی زندگی می‌کردند همانند حکومت‌های دیکتاتوری چند قرن اخیر ایران توانایی پیشرفت و ترقی در سطوح مختلف جامعه را نداشتند.
دقیقا مثل حکومت هایی که در اون آقازاده ها و شاهزاده ها فقط حق پیشرفت و ترقی دارن. حالا این اقلیت کم جمعیت برای به دست آوردن مجدد قدرت با تقیه کردن و به واسطه مهرهای بزک شده خود بدون اینکه بگویند سران زرتشتی که بسیار پرقدرت و پولدار هستند آنها را پشتیبانی می‌کنند، به مردم ایران فراخوان می‌دهند و با حمله به اسلام که دین اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دهد روی طبل نفاق و تفرقه می‌کوبند. این باهوش‌ها فکر می‌کنند که با این کارها می‌توانند جایگاه دیکتاتور را از پادشاهی آخوندی اسلامی به پادشاهی کرواتی زرتشتی تغییر بدهند، در صورتی که هر نوع تفرقه قومی و دینی در ایران با هدف تجزیه انجام می‌شود. آقای فرهنگی میرن باید شاید همشهری باشیم، نیست؟ کرمانی هن، یزدی نیستن، اونجا هستن. زردشتی هم هستی. همه ما ریشه زردشتی. درست کردیم. اگه اشتباه نکنم کلی هم اشک ریختیم حتی. چی میشه امید دانم میرسه به اینجا؟ حالا در مورد سلیمانی گفتید هنوز چیزه، یعنی اسمش که میاد رفتن سلیمانی خیلی نماینده جامعه زرتشتیان کرمان هستیم. از میدون مشتاق به سمت مرقد حاج قاسم سلیمانی در حال حرکت هستیم. و اما گروه بعدی دینی که قصد دارند حکومت آینده ایران را به دست بگیرند بهائیان می باشند.